مطالبی که می‌خواهیم در این فصل مورد بحث قرار دهیم بخشی از تدریس گرافه. گراف شامل چند بخش می باشد. همینطور که مشاهده می کنید نمایش گراف، اعمال روی گراف ها، درخت پوش‌های کمترین هزینه، کوتاه‌ترین مسیر و شبکه‌های فعالیت که هر کدام شامل چند زیربخش هستند که این اسلاید مربوط به تعاریف و نمایش گراف است. اولین بار اولر گراف ها را برای حل مسئله به کار برد. در این صفحه تعریف گراف گفته شده که شامل دو مجموعه E و V می باشد که منظور از E تعداد یالها و V تعداد رأسها می باشد. برای گراف بدون جهت لبه ها به صورت خطوط یا منحنی نمایش داده می شوند. برای گراف های جهتدار لبه ها به صورت فلش هایی که از انتها به ابتدا رسم شده است ارائه می گردند. در این صفحه محدودیت هایی که بر روی گراف اعمال می شود را بیان می کنیم. برای یک گراف بدون جهت با n رأس حد اکثر تعداد لبه ها برابر است با n در n منهای 1 تقسیم بر 2. اگر گراف جهتداری با n گره وجود داشته باشد، بیشترین تعداد لبه های آن برابر است با n در n منهای 1. گراف کامل. گراف کامل گرافی است که دارای حد اکثر تعداد لبه باشد. در صفحه بعدی زیر گراف گفته شده است که گرافی است مانند G' به نحوی که VG' زیر مجموعه VG و EG' زیر مجموعه EG باشد. در این صفحه همانطور که مشاهده می کنید تعاریف مسیر، طول مسیر و مسیر ساده گفته شده که تعریف یک مسیر از رأس U به رأس V دنباله از رأس هاست به طوری که یالها در گراف باشند. طول یک مسیر چیست؟ طول یک مسیر تعداد لبه های موجود در آن است. مسیر ساده مسیری است که همه رؤوس آن احتمالاً به جز اولی و آخری مجزا باشند.